دکتر یک کسی هست که بیمار او بسیار چیزهای نیک سخنهای نیک انتظار است و فکر من در درجه یکم مهربان باید باشد. حوزی نقص از شکر خدا ما همه پیش دکترها می رویم، بسیار نقص قبول میکنن. ما می نداریم که و یا درد ما رو میفهمن. نه در تاجیکستان این کار نیست، همش پولاکیه. همیشه هم شکر که کار بود میشود. هر معاملهشون نقص است. گریپ چیدگی بوده رفتیم معاملهشون سازه. حق هایی دیگه زیاد وجه نمیشه دکه. همین اصلا همین معامله نقص باشه اگر خدا خواهد همش چی میشه؟ کسال هم تست شفای میآورد. ما اکو خود بسیار قلقی نیستیم. خدام وقتی که شد مناسبت های نقص دارن، نصیحت های خوب میکنن.